گنجینه نورانی قرآن رمضان است. گنجینه نورانی قرآن رمضان است. آرامش دلهای پریشان رمضان است. مجموعه گلهاست شب و روز عزیزش، یعنی به حقیقت که گلستان رمضان است. در دامن این بحر گران مایه ببینید، دریای گوهرای فراوان رمضان است. با ذکر مناجات خدا در دل شبها، بر هستی ما دست گل افشان رمضان است. مبارک باد ماه خیر و احسان، مبارک باد بر هر یک مسلمان. مبارک ماه رحمت ای عزیزان، مبارک ماه صبر و دین و ایمان. خدا رحمت فرستد بر زمینش، همین است رکن از آیین و دینش. به حق ذات پاکش روزه داریم، ببینیم تا جمال نازنینش. عزیزانم به این ماه مبارک کنم تبریک شما را من یکایک. بدارید روزه و پاکیزه باشید که الله مهربان هست. بشک گناه کرده باشید توبه سازید، دو چشمت اشک خود خوناب سازید. خدا بخشنده است و مهربانه، هزاران بار از نو توبه سازید. دل را نشکنید، دل شاد سازید.